امیدوار هستیم که در روی تصویر و کاغذ نمانه، برای کلگی، برای عموم مردم افغانستان، بالخصوص برای مردمی که همیشه کار میکنه، زحمت میکشه، برای از اونا یک زمینه مساعد شوند که همیشه یک لقمه نان حلال به دست بیاره برای فامیلیشون. از این کار ما بسیار زیاد ما خوش هستیم. در آینده چی میخوایی؟ در آینده میخوایم که افغانستان ما خدا را میکنه، خدا را میره بیاره، یک صلح برقرار را بیاره. کل ما می وطن ماست، کل ما دست نندازیم اسلامیست، کل ما همین دست و پای خود چیز میکنیم، خدمت میکنیم در وطن خدا. او وقت دولت خو از جمهوری بلاد امارت اسلامی که آمده باز او وقت که بود 300 افغانی میداد فقط 10 کیلو گندم میده. نمی فرقش است. به ملت افغانستان به وجود آمده است و دوم نعمتی که الله جل شانه ذکر میکنه جلوگیری از فقر و از گرسنگی است. شما در جریان هستین به این مدت کم امارت اسلامی که در افغانستان مسلط گردیده و امروز یک برنامه را تأسیس میکنیم و یک برنامه را افتتاح میکنیم و جلوگیری از فقر و گرسنگی و از بحران غذایی است و این دو نعمت بزرگ الله جل شانه به آمدن امارت اسلامی به ما و شما و مهیا گردیده. برنامه امروز بسیار برنامه خوبی بود. الحمدلله که شرکت انکشاف ملی کشور یک پروگرام زیر دست داد با شرکت چندین اداره عملیاتی، وزارت زراعت، وزارت انرژی و آب و شهرواری کابل در چوکات یک پکیج خدمات را ارائه میکنند که تقریبا به 40,000 فرد اشتغال پیدا میشه در مدت 2 ماه و در مقابل به هر فرد 10 کیلو گندم روزانه داده میشه. در مقابل در تمام سکتورهای خدماتی کشور کار ارائه میشه. متنای ما میتونن در شرکت بکنن، کار بکنن و یک پروژه بسیار خوبی است که عملی شد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.